دیگر بر من برادرها و خواهرای عزیز راستی خیلی نفرهای مراجعت کردن و یکی از مراجعت ها در پیش من یک نفر مهاجر بسیار علم آور و با گریه از من درخواست کرد که حاجی بابا امکان باشد اگر برای همین زنهایی که شوهر دارند باز مقصد مردهای دیگری را قبول میکنند و با او همخوابه میشوند، خواهش میکنم در همین بابت صحبت کنین، زیرا که من 5 فرزند داشتم ولی مادام زنی من به همین کار دست زد، الحال مقصد من از او زن جدا شدم، ولی اگر نمیخوام که همین مصیبت به سر دیگر مردها بیاید. خواهرای خیلی گرامی، من برای شما مقصد حدیثایی را که از پیغمبر گرامی آمده است، من میدونم که شما مسلمانین، شما دعوای مسلمانی دارید. همین زنی که همین کار کرده است نمازخوان است، مردش میگه شوهرش میگه که زنی نمازخوان بود. برای هر یک زنی که شوهر دارد دست به زنا میزند 4 غضب خدا را مبتلا می شود. خواهر عزیز خوب گوش انداز. شاید من ایرا از روی دوستداری و از روی غمخواری و از روی این برای تو گویم که این 4 غضبی که در بالای تو هست تو از اینها رها بیابی. یکم، ایما امرأتین خانت زوجها فی الفراش فعلیها نصف عذاب هذه الامه. پیامبر ما گفت کدام زنی شوهرداری که مردکش خیانت میکنه، در جاگه خوابش مرد بیگانه ای را میاره، حضرت گفتن که بر این زن نصف عذاب امت من هست. خواهرای عزیز، نصف امت میدونین چند نفرن؟ اگر به شرط در روی عالم 1 میلیارد مسلمان باشد، 500 میلیون نفری که اگر مورد عذاب خدا باشند، چی مقدار عذاب اونها چی مقدار می شود؟ همون مقدار عذاب در سری تای. حضرت جنونی می گفت نداری طاقت یک زخمی سوزن، نمی ترسی چرا از سوزی گلخن. حالی طاقت یک عذاب خود نداری. این 500 میلیونی که اگر مستجیب عذاب باشند و عذاب اونها را همش خداوند بر بالای تو بیاره، این حالی تو در او خانه قبر چی میشه؟ این یک عذاب بود. دویم عذاب، لیس منا من خبب امرأتا علی زوجها. دویم پیامبر گفتن زنی که شوهر دارد و بالای شوهرش خیانت میکند، من از او زن بیزارم و هیچگاه نگوید که پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم است. وای به حالت خواهر عزیز که وقتی پیامبر بگد من بیزارم از تو و تو امتی من نیستی، زیرا تو در مردکت خیانت کردی. سیوم عذاب، فتح الله له فی قبره 300 باب تخرج منها حیات عقارب و ثعبان. زمانی که این زنی که شوهرش خیانت کرد از دنیا گذشت، میگه پیامبر، وقتی در قبر میماننش، خداوند میگه قبر حمیده 300 سوراخی میکنه. از هر سوراخی این میگه
حیات، مارها، عقارب، کژدمها، ثعبان، مارهایی را که با روسی مقصد اونها را چی میگن؟ اناکوندا میگن ها، مارهای قوس کلان. هر کدام اونها میگن به نوبت خود بیرون میشوند. وقتی میبینند این زنی را که مردکش خیانت کرده است، میگه چنان غضبناک میشود که همو گوشت هاش پاره پاره میکند، وارد سوراخیش میشود. تا دیگرش برآمدن میگه خداوند بازی گوشت ها را جمع میکند، باز همین حالت ماری دیگر میگه انجام میتید. این سیوم عذابی هست که برای زنی که مردکش خیانت میکنه. چهارم تعز الناس من متن ریحی من نتن ریحی. چهارم عذابی را که خداوند بر بالای این زن می آورده است، میگه وقتی که در قبر میمانش، همون جمعی نفرهایی که در عذاب خدا بودن از بوی بد این زن میگه چنان ناراحت میشوند که در عذاب دوزخ ناراحت نیستن. چنان بوی بد فراشون میگرفت است که حتی میگفتن که پروردگارا مقصد با این عذابات طاقت داریم، لیکن با بوی بد همین طاقت نداریم. خدای امکانش باشد بوی بد همین را از ما دور کن. وقتی اطراف تو از این بوی بد تو ناراحتن، حال خود چگونه ای؟ خواهر عزیز، من این 4 عذاب به خاطر آن آوردم که به خدای مهربان قسم، من همچون یک دادر شما، همچون یک برادر شما، من به شما احترام میگذارم. شما مسلمان هستید و نمیخواهم که این مشکلات خاری در آخرت دامن تا بگیرم. و در دنیا هم ببین که مقصد همین مادری را که حاضر من نامش خواندم، همین را فرزندش همین کار شنه و زیشت دید، پدرش آگاه کرد. بین فرزندای تو چقدر پراکندگی، بدبینی، دیگر ترا همچون مادرم دیگر نمیخوانند. این در دنیا هم برای تو خیلی خجالت و مشکلات، آخرت الکی فهمیدی. خدای مهربان توفیق منتید و علای مهربان هدایت کند. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله.